آخه آخه گلا انتونیو خنده سلام علیکم. من هر روز که شما فریاد میکنم، من هر روز که شما فریاد میکنم بابا غیر از اینکه گفته اصلا شما بگید بابا این بریزی به ادرسکن باشه، فقط میگه شما زفنانه میدونید چه ما باید به ادرسکن باشه میگم سلام مای باترگه درسته تمام جان ما درد بکنه. خوبه وقتی بود یک دکتر مگه خاکی واسه بیاره یکم بچنه تو به یک جای ری بکنم تو تلا خوفتن بیایی همینطور جیلا خود 4-5 کار انجام دی وقتی بیارن دیگه. مثلا چی کار؟ زد که بمردم آها وقتی ترکی بیایی خب این تا بگم دیگه خب الان من میفهم چی کار کنم 4-5 کارا 4-5 کار جیلا بعد خواهم این بیسو کاری هم بید دفینیه هرچی بیدوه مگه خود همین مریضی و هرچی بزد بخور ورده بیار همین دیگه. دکتر مثلا در سرا بیاره دیگه دم چی سرسرکه ها بمردم آخی عباس چیه؟ بیار من میگم نوجورم برو میرم از اون دم کوچه دم سرک دکتر بگونه چیزه بگو بیای شوام پیا را بوده خود چیز که برو به سر جاده در رمضان مگم یک دقیقه پیان چپ تا سرا بیا خود یک نگاهی بکنه ها یک نگاهی بکنه سه کام مشکل نه چیه خب پیار من یک خاصیت گندی داره چیه اما دقیقا خسته کام بگیرم میگم جلده تو سابق کم دیگه بس نکن ماما جمعه اختلاط میکنم دیگه کام نزن خیلی ما اختلاط میکنم برو رای جلده بیا کام نزن برو من خیلی برو ده گیلا برو چی؟ برو عباس پیار من میگن که تو ما برات یک کار نمیکنم برو ده کار انجام ده 10 کار بکو بیا یک قول من برو بعد یک دکتر برو ما بر سلات نمیکنه که تو همو گپای که همو کارایی که تو گفته برو همو کارای انجام ده هم یک روز برف پیانو بکو 10 کار برو هرچی تو گفته همو کار انجام ده برو عباس کردن و بعد باشه سیفیشی برو گیلا برو گپا نزن برو زودی شو زودی بیا گیلا که با مریض بخونه ما اوتا نریتونم بدم همین رقم خود خورامه همین مقبول را برو دم دکتر رمضان رو بردار بیا نو کواله بشده نیه ها برو و حداقل تا 12 میام آفرین برو گیلا و بر رقم خود خب برو بیای مدارمه بیا بگو ما کار خیلی داریم از کی دیگه ما راه کردیم ما رو بیاوردی وانه برای برسی که من راه میرم برسیدی ما مقدار کار شاید داریم 4 تا دگه مرده اونجا هست که من مکاری برم گوشیرم برو آرامه من وقت ندارم برار منه گیلا ها کجا بودی دکتر رو بیاوردی دکتر من این ساعت دیگه میام من اینا بیامدم فعلا یلا کو همی اینا کینه چی کاره اینا چی مردشی خبر کن ما خبر کنم اینا مرده شو کجای جنازه با خبر کنم مرده شو من چی کاره جنازه سر قبل کسی ما خب بفهم تو چی نزه مرده بچه جنازه ای بابا تو مرده ماما چی گپه تو که مرده بابا ما کار داریم ما کار بنختیم بابا ما تو کجا رفتی تو کجا نکردم پیش کی پول گرفتم و تو نگفتم برو سر می جدم برای خواهم همین دکتر رمضان قبض بیایه برای کلون من چوب کن ها عباس بیای من گفتن که تو میری که به تو یک کار میگم بابا جو 3-4 کار انجام ده گوشا خوروا کو بفهم من به تو میگم برو برات نخود سیاه تو میری نخود سیاه یک میاری بابا نخود سفید و نخود رنگه و مرغ مرده و اینا عمل بیار حالا از اینا کار ندارم اینا به چی خاطر آورده قبل تو رو بکنم آخه تو گوش کش تو گپ بزی چوب کو گوش کش مگو تو خدای نکرده یک دم میشه دکتر نفهم بین بره بیار ما ایلا نازی تگپا تازه به تازه بچکنه نه دادی گوشته نه چوب کنید مگو تو یک دم دکتر میشه دیر بیایه
یک دمی تا دیر بیای ابن بره ایگوتون درجا بره تازه به تازه غربه بکنه دیل آقا یا تو مردی. سر جاغو بیا چه تگه پا میزنی تو هنو پیانو با خودش ته تو بابا اگه من یکتر یکم یاودم پیار من میگم با چرا یک آوردی میگم لالا جو ماما جو پروز ما رو بله ماما جو برات کار خونی برام سعودیه می برات دکتر کردم با تو نگفتن دکتر رمضان تو بیا گپ بزنو نصف روز ما رو برا کردیم اجازه دو تا قبر میکنم 2000 4000 روپیه از این لب سرک تا بینگی نصف روز شو خود کلی کجا در بیاودی لالا چند تا مرده میشیشتی از اون ماما جو هفت تا مرده میشی این برام کم سعودیه می رای کردم برات دکتر مثلا می جاده دکتر رمضان بفت مکان مرده کی تو سعودی لا ما عزیزم ست تا چهار تا یا مریض با خود پرته ویتامینی که از بین رفته باشی بفت قمر کانو جلوتر بیاره همه تله میفهم نه یکی بردار خودی برو با ما گفت با شما چرخی میگیره موتر میگیره ما پیاده تا اینجی بیا آورد تو میگم زور تو نمیکشی نمیشیری برو دیاره من گفتم اگه میشی خونه بیریتون من میشیرم اشتا زور من لالا مرده شو ببخشی شما بشی بشی ما جنجال میندازیم ما برو به سرا برو بیا که برو بابا مایی که نگیری کاموز در ما را کار بار بنختیده راست میگه بیمونه گفتیم میدون بیمونه با تو گفتیم میدیم ما قرار دادیم ما تو اینجا پیاده رفتن نمیتونیم بدی لالا مرده شو ایت بخینیه لالا پیر مرد ما مقدر را بیامده حسین که تو چی کار میکنی؟ بابا تو میشی برو به جلو بابای تگپ نداره که من خبر کنم بابا جان تو بدی این کیسه ها تو که خواهم نیه سعودی من خود از چه کار کنم خب من بیعقلیم صاحب دوزده من بابا 90 تخت کم دارم بیعقلیم من نمیفهم پیار میگفتم خورده میفهمی بابا نگی اچی دکتر میای نگی نه بگو ماش خرمای ما شما رو شما میدی ببخشی شما پیار منو پیاره از اینجا تا کل نمیخوای بیا لالا بشی ماش مال بده لالا نیست پول مار بدی من عزیز بسید صبر کن که این ماش مال رو تکم نده یا نمیده لالا جو شما ببخشید برکری میزنی چیه؟ ما برات پولا خو آماده بده چی میزنی ما برات نازه نه نازه ماما جو ببخشید بده یک وجبی بده بدی پولا مار بده برو خدا بکنه سعی بده لالا مرده شو بده برو ما سعودی هستی من بیعقلیم بده من بیعقلیم شما اگه عقل داشته باشه جلوی من بیعقل نمیشین بده بابا پیار بگو تا چهار کارو بکنه که من چی میفهمیدم دکتر بیارم برو میای آله بیرون نشستلا خوبه برو که من خدا بیام تور میدم بدم ساگر دو تا شما تو لقمه هم سگ همسایه نمیشی یک لقمه هم سگ همسایه نمیشی خیلی لشون داری چی میفهم پیار من میگم برو ده کار انجام ده یار کار جالبه کرده ها بودم بیا برات ما با وقت گفتم برو تو دو تا مریض اینا ببینم میایم لا رمضان چیکار کنم دیگه میایم پیار تیار به خونه کای مریضم بفتم من خبر کنم مرده شو بیارده جلوتر باش تعجب آوره شما می آمده خودم از این کارا بعیده ها